سلام و درود، شبتون بخیر. امیدوارم که همتون خوب باشید. امشب در مورد ناف با هم دیگه صحبت کنیم. یه جورایی ناف نقطه عطف بدن هست، به خاطر اینکه به معده، کبد، روده، طحال، کلیه و رحم میتونه ارتباط مستقیم داشته باشه. زمانی که مادری باردار هست از همین بند ناف جنین تغذیه میکنه و زمانی که اون جنین به دنیا میاد از همین بند ناف سلول های بنیادی تهیه میشه. پس یک عضو مهم در بدن میتونه باشه. الان که فصل خشک و سرد سال رسیده، یه سری از افراد اخلاقشون بد شده، یه سری دچار خشکی بدن شدن، یه سری یبوست گرفتن، سیستم گوارشیشون کاملا به هم ریخته و میتونم بگم که این فصل خشک و سرد سال یه به هم ریختگی در افراد ایجاد میکنه. حالا ما چطوری میتونیم کمکتون کنیم؟ از طریق روغن بادام شیرین که با تمام مزاج‌ها سازگاره و رطوبت رو به بدن برمیگردونه، میتونیم این مشکل رو برطرف کنیم. 2 تا قطره روغن بادام شیرین رو داخل نافتون بچه کنید. شبها موقع خواب نتایج شگفت انگیزش رو خیلی زود میبینید. روغن بادام شیرینی که تهیه میکنید لطفاً با کمپرس سرد باشه و اون روغن بادام شیرین هایی که تو عطاری هست و کنارش روغن زیتون و کنجد اضافه شده، من قبولشون ندارم و هیچ تضمینی بابت اینکه ازش استفاده کنید و نتیجه خوبی بگیرید رو نمیدم. فقط روغنی رو استفاده کنید که با کمپرس سرد تهیه شده باشه.